سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم راجع به یه ایندیکاتور کاربردی دیگه با هم صحبت کنیم. ایندیکاتور استوکاستیک هست، شاید باهاش آشنایی داشته باشید. ببینید این ایندیکاتور حساسیت و نوسان بالایی داره، برای همین یه مقدار شاید برای تحلیلگرا سخت باشه با ایندیکاتوری که خیلی حساسیت داره باش کار کنن، چون که ممکنه سیگنالای اشتباهی هم بده. میشه گفت این ایندیکاتور برای پیش بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت قیمت ازش استفاده میشه. بعضی وقتا نوسان‌های سریع، مومنتوم‌های قوی، اینا رو میاد مثلا با شکل مثلا با شیب زیاد یا مثلا توقف توی بازه بالای 80 یا زیر 20 نشون میده. از دو تا خط تشکیل شده این ایندیکاتور، یه خط کا% و دومی هم خط D%. حالا با نحوه محاسبه و فرمولش کاری نداریم، میخوایم ببینیم که این ایندیکاتور چه کاربردی داره و به ما چه چیزایی میتونه نشون بده و همینطور که چطوری میتونیم حساسیتش رو کاهش بدیم و ازش استفاده کنیم. خب میریم روی چارت سولانا هستیم، تایم فریم 5 دقیقه‌ای. حالا تایم فریم ها رو من سعی میکنم متنوع بذارم، بعضی وقتا تایم فریم های بلند، بعضی وقتا تایم فریم های کوتاه. این ایندیکاتور از قسمت ایندیکاتور، تکنیکال ایندیکاتور، شما STOCH رو تایپ میکنید، اولین گزینه استوکاستیک رو انتخاب میکنید. خب میبینید از دو تا خط تشکیل شده، یه خط آبی و نارنجی. از قسمت تنظیماتش اگه بخوایم ببینیم به چه شکل هست، از قسمت استایل شما کا% رو میبینید رنگش آبی هست، ضخامتش رو میتونید تغییر بدید و همینطور شکلش رو. D% نارنجی هست، ضخامتش و شکلش تغییر میکنه. مثل ایندیکاتور RSI که در موردش صحبت کردیم، یک اسیلاتور یا نوسانگر هست، بین 0 تا 100 نوسان میکنه. خط اون حد پایینش عدد 20 هست، حد بالایش عدد 80 هست، این عدد 80 و اینجا هم عدد 20 هست که میتونید حالا رنگش رو تغییر بدید، یا این بازه هم میتونید، حالا بعضیا مثلا با اون 70-30 کار میکنن ولی تنظیمات دیفالتش 80-20 هست. اینم رنگ پس زمینه این بازه هستش. از قسمت ورودی ها که خب میبینید بر مبنای حالا چارت ما همون 5 دقیقه‌ای هستش. از قسمت کا% لنج یا طول کا% که مثل RSI از عدد 14 استفاده شده، تنظیمات دیفالتش هست. حالا اگه از در ادامه توضیح میدم، اگه از اعداد تو تایم فریم های کوتاه‌تر میتونید مثلا از اعدادی مثل 7-10 استفاده کنید. میانگینی هستش که حالا روش میگم به شکل RSI، نحوه محاسبش خب فرق داره. و این قسمت هم کا% اسموتینگ و D% اسموتینگ که اینا هم در حقیقت میشه گفتش که میزان هموار شدگیشه. خب شما اگه هر چقدر بخواید اینو مثلا بیشترش کنید، اون تیز بودنش رو کاهش میده. تو تنظیمات دیفالتش میبینید الان مثلا رو عدد 1 هست. D% هم میاد، اگه دقت کنید ببینید این شکل نوسانیش که ما هر چقدر عدد رو بیشتر میکنیم میاد گردتر میشه و هموارتر میشه، که تنظیماتش روی همون دیفالتش روی 3 هست. حالا اولین سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که ما از چه اعدادی استفاده کنیم. خب بذارید من اینو اول به 3 دسته تقسیم کنم تا توی شکل بهتر متوجه بشیم. اگه بیایم دوباره از قسمت استوکارس‌های 2 تا دیگه استوکارس‌های فقط انتخاب کنیم برای اینکه بهتر ببینیم. ببینید الان فرض کنید اولی که انتخاب کردیم استوکاستیک ما 14-1-3 هست اعدادش. این یه استوکاستیک سریع هست. استوکاستیک سریع یا همون استوکاستیک تند، ایرادی که داره سیگنالای زیادی میده به ما ولی سیگنالای اشتباه زیادی میده. حالا اگه بخوایم یه حالت دیگر هم بهتون بگیم، استوکاستیک میشه گفت کند هستش، همون مثلا عدد 14، عدد 1 و این هم عدد D% رو مثلا شما 7 انتخاب میکنید. حالا اگه اینا رو با هم مقایسه کنیم، ببینید جایی که حرکت D% ما کندتر شده و هموارتر شده. خیلی از کسایی که مثلا استفاده میکنن ببینن میان میگن مثلا از حالتایی که اشباح هستش، این قسمت بالای 80 یا پایین 20
این سیگنالایی هست که به ما سیگنال اشتباه زیادی میده. نباید فقط ما مبنا رو توی RSI هم توضیح دادم، فقط مبنا این باشه که اگه بالای 80 اومد ما بفروشیم، زیر 20 اومد بخریم. این اشتباه هستش. یه حالت دیگه هم داره، حالت تقریبا میشه کامل بهش میگن، که خب همون عدد 14 رو ما اگه فرض کنیم انتخاب کنیم، عدد پرسنت اسموتینگ رو 3 انتخاب میکنن و دی پرسنت اسموتینگ رو عدد 10 انتخاب میکنن. حالا تفاوتش رو بهتون میگم. ببینید اینجا هر چقدر مثل نمودار مکدی جایی که تقاطع هست، خب میگن که یکی از اطلاعاتی که به ما استوکاستیک میده نقاط تقاطع هست، سیگنالایی که دریافت میکنیم. خب ببینید این درست هستش که جایی که تقاطع همدیگه رو قطع میکنه یه روند تغییر میکنه و به ما سیگنالی میده، اما توی روندهای نزولی و روندهای صعودی سیگنال اشتباه خیلی زیادی میده. این زمانی درست هستش که ما توی بازار رنج باشیم. مثلا ببینید الان ما اینجا رنج هستیم، توی مارکت مثلا رنجی هستیم، نوسان زیاد نداریم. خب جایی که مثلا اینجا بالای 80 است، شما مثلا بیایید پوزیشن مثلا سل بگیرید، مثلا میبینید یه حرکت نزولی رو مثلا میاد نشون میده، ولی خب این بازه نوسانی شاید خیلی به چشم نیاد. مثلا ببینید اینجا الان شما میایید پوزیشن سل میگیرید و تا اینجا که مثلا میاد به این پایین میرسه، یه بازه شاید خیلی مثلا کوچیکی هستش. در نتیجه این به شما میتونه حالا توی ترندی که ثابت هست، رنج هست، نوسان کمی داره، بیاد به شما سیگنالایت میشه گفت خوبی میده، حتی تو تایم فریم های کوتاه. اما بازاری که آپ ترند باشه، مثلا فرض کنید ما اینجا یه مسیر صعودی رو داریم، ببینید اینجا الان مثلا شما بیاین پوزیشن سل بگیرید، ببینید که روند دوباره همینجوری به همین شکل صعودی هست. این اشتباه هستش. حالا ببینید معمولا تحلیلگرا از این حالت سریع و از حالت کند استفاده نمی‌کنن، میان از این حالت 14 13 استفاده می‌کنن، یا از عدد مثلا تایم فریم های کوتاه مثلا هستین، از میخواین بازهای مثلا زمانی کوتاه‌تر هستید، از عدد مثلا 7 یا 10 استفاده میکنن. اون دیگه بستگی به روش معاملاتی خودتون هست. حالا ما اینو روی همون 14 میذاریم که ببینیم چه سیگنالایی به ما میده. خب ببینید جایی که دی پرسنت و کا پرسنت آبی هست، از بالا اومده قطع کرده دی پرسنت یا خط زرد ما رو. ببینید اینجا جایی که شما با استفاده از این بذارین، من این دوتا رو حذف کنم که یه مقدار بهتر دیده بشه. از اینجا این بالا جایی هست که به شما پوزیشن میشه گفت بای میده و این قسمت که پایین هست به شما پوزیشن سل میده، اینجا پوزیشن بای میده. یعنی شما اینجا جایی هست که میتونید خرید کنید و مثلا توی این بازه فروشتون رو انجام بدید. اما وقتی ترند صعودی باشه، این حرکتی که مثلا میبینید رو به پایین داره، روند صعودی و شما یه همچین بازه‌ای رو از دست میدید، یه همچین صعودی رو از دست میدید. در نتیجه خیلی روش مناسبی نیست که ما بیایم بگیم در زمان اشباع خرید یا اشباع فروش ما میتونیم مثلا پوزیشن بگیریم. من در ادامه روشی رو به شکل استراتژی بهتون آموزش میدم که خب خیلی کاربردیه و میشه توی مسیرهای صعودی و نزولی ازش استفاده کرد. حالا کاربرد دیگه‌اش چیه؟ کاربرد دیگه‌اش میشه گفتش که همون واگراییه. در رابطه با RSI گفتیم، مکتی گفتیم. خب واگرایی ها ببینید شما ممکنه روی ایندیکاتور یا چند تا ایندیکاتور واگرایی داشته باشید، اما اگه این واگرایی روی چند تا ایندیکاتور داشته باشید یعنی تاییدیه بیشتری دارید، در نتیجه به شما میشه گفت سیگنال بهتری میده، اعتبار بیشتری میده. حالا اون اگه بخوام در رابطه با واگرایی توضیح بدم، از قسمت تنظیماتش سعی میکنم ببینید، من حالا مثلا میگفتم بازه عددی که انتخاب میکنید، من سعی میکنم مثلا برای حالا یه حالتی که برای استراتژی استفاده میکنم یا از حالت 20-1-1 استفاده کنم. این حالت اسموتینگ دی پرسنت و کا پرسنت من روی هم میاره. من به جای اینکه دو تا نمودار داشته باشم یه دونه دارم، این روی این حالت قرار میدم. خب الان خیلی راحت تر میتونم مثلا بیام واگرایی ها رو پیدا کنم. خب الان ببینید از خط ترند اگه بیایم مثلا توی این بازه ببینید تقریبا مثلا یه حرکت رنجی هست، اما کندلای من یه حرکت رو به بالا دارن. خب ببینید الان اینجا واگرایی که اتفاق افتاده
واگرایی بولیش مخفی هستش. در نتیجه ما انتظار داریم که روندها ادامه دار باشه، یعنی روند ما صعودی باشه. این حالا یه حالت بود مثلا از واگرایی. حالا اگه شما تو بازهای دیگه، چون تایم فریم کوتاه هستش، یه مقدار اعتبارا ممکنه کمتر باشه. حالا اگه بخوایم توی بازی دیگه ای بهتون نشون بدم، حالا تایم فریم رو اگه تغییر بدم روی تایم فریم مثلا 4 ساعته که بخوایم این واگرایی ها رو بهتر ببینیم، توی ویدیوهای قبلی در رابطه با انواع واگرایی ها توضیح دادم. خب ببینید الان مثلا توی این بازه که مثلا میبینید ما اینجا قیمت ها رو به تقریبا میشه گفت کاهش هست، ولی توی یه رنج هست. الان اینجا میشه گفتش که ما یه واگرایی خرسی یا بیریش مخفی رو داریم که به اون نشون میده روند ادامه دار نزولی هستش. اون حالتی که مثلا توی جزء 8 حالتی هست که توضیح دادم مربوط بهش. یا مثلا بیایم مثلا این قسمت ببینید کف قیمتی ما رو به پایین هست، اما توی اسیلاتور ما قیمت ها رو به بالا هست. خب در نتیجه ببینید اینجا ما انتظار داریم که بعد از این اتفاقی که افتاده قیمت ها افزایش پیدا کنه و میبینید که خب این اتفاق افتاد. این یکی دیگه از کاربردهاش هست، کاربردهای استوکاستیک هست که من سعی کردم دوتا رو با هم منطبق کنم که توی شکل بهتر ببینید. به طور کلی واگرایی توی استوکاستیک کم اتفاق میفته، اما واگرایی که توش اتفاق میفته میشه گفت قدرت خیلی خوبی دارن و ما میتونیم از اینا استفاده کنیم برای اینکه تغییر روندها یا ادامه دار بودن روندها رو تشخیص بدیم. خب حالا یه نکته دیگه ای که هست، ببینید ما بازه‌ای که داریم بین 0 تا 100 هستش. اگه بیم عدد 50 رو در نظر بگیریم، خط وسط یا خط مبنامون، وقتی به طور کلی استوکاستیک بالای خط 50 میره میتونه سیگنال فشار خرید رو به ما نشون بده. یعنی وقتی از این پایین خط 50 میره سرعت میکنه، یعنی اینجا فشار خرید بالا هستش. عکس این قضیه هم هست. و وقتی که مثلا فرض کنید از بالا یه خطی میبینید که مثلا ادامه دار مستقیم میاد از 80 به 20 میرسه، این 50 رو که کنه اینجا یعنی فشار فروش بالا هستش. از خط 50 که رد شد فشار فروش بالا هستش. اینم خب یه چیزی هست که میشه مبنا قرار داد، اما باز هم میگم شاید خیلی دقیق نباشه. بهترینش تا اینجا که گفتم همین واگرایی هست. و در رابطه با کاربرد دیگهش اگه بخوام به شکل یه استراتژی بگم، نقاط تقاطع رو، این نقاطی که مثلا شما انتخاب میکنید برای اینکه بالای 80 یا زیر 20 رو به عنوان چه موقعی ما میتونیم به عنوان پوزیشن در نظر بگیریم. ببینید تنظیمات استوکاستیک ما همون 21 باشه، منطبق هست بر هم، یعنی ما یه دونه الان در حقیقت داریم دی پرسنت و کا پرسنت ما یکی است. از قسمت تکنیکال ایندیکاتور شما یه دونه MA رو اضافه کنید، مووینگ اوریج رو، و یه دونه اکسپوتنشال مووینگ اوریج رو. خب دو تا خطی که الان ما داریم، حالا یه مقدار من تنظیماتش رو بهتون میگم. هر دوتا رو روی 200 بذارید، هم میانگین متحرک ساده رو روی 200 بذارید، هم میانگین متحرک نماییتون رو اون هم روی 200 بذارید. حالا شکلی که ما داریم ببینید، الان ما مسیرهایی که هست توی این بازه هایی که الان داریم میخوایم ببینیم که کجا نقاط خوبی است برای نقاط اشباه فروش و اشباه خرید که ما میتونیم اونجا پوزیشن بگیریم. به طور کلی ببینید اگه پوزیشنی، مسیری که شما دارید، ترندی که شما دارید آپ ترند هست، یعنی ما یه مسیر صعودی داریم و توی این مسیر صعودی کندل ها بالای میانگینای 200 روزه ما هستن. حالا چرا از دو تا استفاده کردم، از یه دونه استفاده نکردم؟ نقاطی که اینجا به هم برخورد میکنن، اگه یه شکل بهش مثلا یه خط باشه ما نمیتونیم درست تصمیم بگیریم، ولی وقتی به این شکل هست به شکل یه توده در میاد. اینجا نقاطی هست که ما سعی میکنیم محل تلاقی است، ریسکش بالا هست، پوزیشن نگیریم. حالا ببینید یه مسیر آپ ترندی ما داریم و کندلان بالای اون هستن. من چه نقاطی رو انتخاب میکنم برای ورود؟ ببینید جایی که استوکاستیک من زیر 20 باشه. ببینید مثلا الان اینجا این بازه ما توی آپ ترند که مثلا هستیم، اینجا جای مناسبی برای ورود.
حالا 20 یا 30 مثلا فرض کنید زیر 30، بعضی اون 30 و 70 در نظر میگیرن، یا مثلا اینجا وارد بشید. اگه شما اینجا وارد بشید، این موجی رو که میبینید جایی که استوکاستیک شما وارد میشین و جایی که خارج میشید. خب در نتیجه من توی یه آپ ترند وقتی که استوکاستیک زیر 20 یا زیر 30 بیاد، توی این نقاط یا این نقاط وارد میشم و توی سقف میتونم خارج بشم. حالا درسته ممکنه موجایی هم از دست بدم، اما ببینید ریسک کاری که دارم انجام میدم پایینه و با توجه به اینکه خیلیا تو تایم فریم های حالا کوتاه انجام میدن، یا مثلا ببینید الان همین بازی که مثلا میبینید 13% میشه، روی حالا سولانا هستیم، هر کدوم از این بازار رو میبینید مثلا 10% میشه. شما یه موقعیتی هست که مثلا اگه اینجا ورود میکردید و اینجا مثلا خارج میشدید، حالا اگه بگیم مثلا روی این قسمت خارج میشدید، اینجا نزدیک 23% خب سودی بود که میگرفتید. حالا اگه عکس این قضیه بیایم مثلا یه داون ترند رو نگاه کنیم. داون ترند من جایی که توصیه میکنم برای ورود، ببینید یه مسیر نزولی داریم و میانگین های ما بالا هستن، کندلا پایینش. به جای اینکه تو قسمت حالت زیر 20 یا زیر 30 ورود کنم، بالای 80 یا 70 ورود میکنم. یعنی اینجا نقطه هست که پوزیشن، اونجا مثلا پوزیشن شما بای میگرفتید، خرید میگرفتید، اینجا پوزیشن سل یا فروش میگیرید. این قسمت بالای 70 هست، بالای 80 هست و شما خب یه بازه. حالا این ریزش تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، اون بستگی به ریسک پذیری خودتون و بررسی ایندیکاتورهای دیگه داره که ببینید کجا بهتر است خارج بشید. الان مثلا شما همینجا توی همین بازه هم خارج بشید، یه بازه هست که مثلا کسایی که معاملات آتی کار میکنن یه سود خیلی خوبی بهشون میده. یا مثلا اگه بیایم نقاط دیگر رو بررسی کنیم، ببینیم الان اینجا مثلا نقاطی هست که توی این بازار مثلا شما ورود میکردید، خب این موجی بود که اینجا میتونستید ازش پوزیشن سل بگیرید، یا مثلا همینجا توی این بازه شما پوزیشن سل بگیرید و یه موجی هست که شما میتونید ببینید اینها زیاد هست. یعنی کسایی که میخوان در طول حالا بازهای زمانی مثلا معاملات زیادی انجام بدن، حالا چه روزانه چه هفتگی چه ساعتی، پوزیشن هایی که نقاط ورود هست، مثلا ببینید اینجا رو من موقعیت ورود نمیدونم ولی اینجا میتونه یه موقعیت ورود باشه. زیر خط میانگین 200 روزه هستیم. حالا اتفاقی که افتاده ببینید توی این بازه ها، ببینید اینجا جاییه که خب ریسک زیاده. من نمیام مثلا حالا اصلا اون حالت هم نداریم که مثلا زیر 30 باشه و بخوایم انجام بدیم پوزیشن رو. یا مثلا اینجا رو ببینید، اینجا الان ما توی این بازه اون حالتی رو نداریم که بالای 70 باشه من بخوام پوزیشن بگیرم، یعنی همشون زیر 30 هستش. همینطور اگه تو بازه‌های دیگه ببینید، بازهای زمانی مختلف ببینید مثلا اینجا در حقیقت این میانگینای 200 روزه ما یه خط حمایت و مقاومت خیلی قوی هست. در نتیجه احتمال پول بک هم از این نواحی زیاده، یعنی احتمال برگشت زیاده. ولی خب بعضی حالت‌ها ممکنه که مثلا کندل قوی، مومنتوم قوی باشه و شکسته بشه. الان اگه بازهای دیگر رو مثلا بخوام بهتون نشون بدم، ببینید اینجا الان من توی یک داون ترند هستم. اینجا ریسکه که من بیام مثلا پوزیشن بگیرم، اما اگه تو حالتهای قبلش رو نگاه کنیم، ببینید مثلا اینجا شما توی این بازار مثلا ورود میکرد، این تا به این بازار برسه، یعنی تو همین نواحی هم شما اگه خارج میشدید یه سود خیلی خوبی بهتون میداد. در نتیجه سعی کنید اگه میخواید از استوکاستیک استفاده کنید، حتما این یکی از استراتژی‌هایی است که شما میتونید باهاش ترکیب کنید و بسته به آپ ترند یا داون ترندی که دارید پوزیشن بای یا سل بگیرید. خب دوستان عزیز، نکات گفتنی در رابطه با این ایندیکاتور رو گفتم. اگه سوالی بود تو بخش نظرات مطرح کنید. از قسمت پلیلیست میتونید ویدیوهای مرتبط با هر فصل رو تماشا کنید. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. برای مطلع شدن از آخرین ویدیو آموزشی کلید زنگوله رو فعال کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.